خب عزیزان ده، سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بنده شایان صفیخانی، تحلیلگر و معامله‌گر بازارهای مالی در خدمتتون هستم. توی این ویدیو قراره که در مورد اوردر بلاک ها که مبحث مهمی هستش توی تحلیل تکنیکال، مخصوصا سبک ICT، به صورت تخصصی و جامع صحبت کنیم و ببینیم که برای رسم اوردر بلاک و یا برای اینکه روی اوردر بلاک ها ما چه پوزیشن هایی بگیریم، چطور میتونیم اقدام به خرید یا فروش کنیم. تا انتهای ویدیو لطفاً کنار من باشین. خب دوستان عزیز، بریم سراغ آموزش. قبل از اینکه آموزش رو شروع کنیم ازتون میخوام که اگر در انتهای ویدیو دوست داشتین ویدیو رو و به دردتون خورد، ویدیو رو لایک کنین، کانالمون رو سابسکرایب داشته باشین تا از تجربیات همدیگه بیشتر بتونیم استفاده کنیم. دوستان عزیز ببینین، همونطور که بهتون گفتم ما امروز در مورد اوردر بلاک، یکی از ستاپ های مهم این روزهای ترید، قراره که مفصل با هم صحبت کنیم. پس اگر ویدیو یه خورده طولانی شد حوصله به خرج بدین، چون مطمئن باشین در انتهای ویدیو چیزهایی که بهتون گفتم، مباحثی، مطالبی که قراره بهتون گفته بشه، شدیداً به دردتون خواهد خورد و شدیداً توی تحلیل هاتون و توی ترید هاتون میتونین ازش استفاده کنین. یعنی چیزهایی که قراره توی این ویدیو گفته بشه چیزیه که من خودم توی ترید هام، توی تحلیل هام ازش استفاده میکنم و توی موارد متعددی تونستم با استفاده از اوردر بلاک سودهای خیلی خوبی از بازار بگیرم. خب دوستان عزیز، بریم سراغ آموزش. ببینید اوردر بلاک، قبل از اینکه بخوام وارد جزئیاتش بشم، توی بسیاری از آموزش ها، حتی توی ویدیو آقای مایکل گفتن که کندلی رو اینجا باید مد نظر بگیریم که کندل مخالف روندمون باشه. یعنی اگر ما اینجا روند صعودی داریم، باید اینجا کندل نزولی رو در نظر بگیریم، پایین ترین کندل قرمزی که باعث شروع روند شده. ببینید دوستان، الان ما اینجا، یک لحظه من اینا رو هایدشون کنم. الان ما اینجا رو یک روند داریم دیگه، درسته؟ این روندی که شما میبینین میگن آخرین کندل قرمزی که باعث شروع روند شده. اوکی، یعنی میشه این کندل دوجیه، اینی که اینجاست، میبینین؟ یکم زوم کنم. خب دقیقا میشه این کندل دوجیه که اینجاست. اوکی، ولی ما میتونیم بیایم این کندل، چون کندل دوجیه بدنه ای نداره، میتونیم بیایم این کندل رو در نظر بگیریم که بدنه این کندل به عنوان منطقه اوردر بلاک ما باشه. حالا بعضی از دوستان هم بعدها توی آموزش های یوتیوب و اینستاگرام اومدن گفتن کندلی رو توی این محدوده باید در نظر بگیریم که لوش از بقیه کندل ها پایین تر باشه. یعنی ما که اینجا این کندل رو داریم، لو این کندل از بقیه کندل ها پایین تر دیگه، درسته؟ پس به خاطر همین اومدن گفتن شما میتونین این کندل رو در نظر بگیرین که لوش پایین تره، یعنی باعث شروع این روند ما کندلی هستش که لوش از همه پایین تره. حالا من خودم بر اساس تجربیاتم و بر اساس اون ویدیوهایی که از آقای مایکل دیدم، این کندل رو در نظر میگیرم، کندل دوجیه. حالا چون بدنی نداره، کندل قبلش رو در نظر میگیرم، بدنش رو به عنوان بدنه اوردر بلاک، منطقه اوردر بلاک در نظر میگیرم و رسمش میکنم. پس چی شد؟ ما برای اوردر بلاک اولین چیزی که نیاز داریم روند هستش. یعنی شما اگر روندی نداشته باشین یا یک روند خنثی داشته باشین، شما فرض کنین که یک همچین روندی دارین، بچه شما اینجا نباید به دنبال اوردر بلاک بگردین. چرا؟ چون باعث ایجاد روند نشده، چون باعث ایجاد بریک آف استراکچر نشده، چون باعث چنج آف کاراکتر نشده. اوکی؟ پس شما برای اینکه اوردر بلاک پیدا کنین و بتونین باش ترید کنین، باید قبلش یک روند مومنتوم دار پیدا کنید و منشأ اون رو همونطور که بهتون گفتم در نظر بگیریم به عنوان منطقه اوردر بلاک. حالا ما که اوردر بلاک رو مشخص کردیم و یک ناحیه‌ای براش رسم کردیم، میایم ببینیم که این اوردر بلاک ما چقدر مهمه، یعنی چقدر اعتبار داره و چقدر میتونیم روش حساب باز کنیم برای ترید کردن. ببینیم بچه‌ها، اولین چیزی که برای ما حائز اهمیته اینه که اوردر بلاک ما نزدیکی حمایت یا مقاومت باشه. یعنی اگر ما اینجا اوردر بلاک داریم، میتونیم اینجا یک حمایت داشته باشیم به این صورت. اوکی؟
حالا یا یه خورده پایینتر یه خورده بالاتر، مهم نیستش. مهم اینه که نزدیکی حمایت و مقاومت باشه. توی روندهای صعودی نزدیک حمایت باشه و توی روندهای نزولی نزدیک مقاومت باشه. یعنی در روندهای نزولی هم ما اگر دنبال اوردر بلاک میخوایم بگردیم میگیم منشأ شروع روند، حالا مثلا اینجا هم یه مقاومت داریم. اوکی، پس اولین موردمون این شد که حوالی حمایت و مقاومت باشه اوردر بلاک مشخص کردم. دومین موردی که بسیار مهمه FVG، یعنی بعد از اوردر بلاک خیلی بهتره که ما یک FVG داشته باشیم. FVG رو من توی ویدیو قبل کامل بهتون توضیح دادم، در موردش صحبت کردیم، الانم لینکش رو میذارم این بالا. اگر نمیدونین FVG چیه لطفاً به این ویدیو سر بزنین، کامل FVG رو بشناسین و بدونین که چطوری میتونین مشخصش کنین و بعدش بیاین ادامه این ویدیو رو ببینین. ما بعد از اوردر بلاک خیلی بهتره که FVG داشته باشیم. حالا من چرا این FVG رو اینجوری رسم کردم؟ ببینیم بچه‌ها، من اینو پاک میکنم. میگیم های کندل 1 و لو کندل 3، یعنی ما اینجا یک FVG داریم، درسته؟ میگیم FVG بعدی هم داریم. FVG بعدیمون میشه اینجا های کندل اول و لو کندل سوم. یعنی این منطقه برای ما میشه FVG. دو تا ما FVG اینجا داریم، درسته؟ دو تا FVG که بعد از تشکیل اوردر بلاک تشکیل شدن. یعنی این اوردر بلاک انقدر اوردر بلاک مناسب و خوبی بوده که باعث ایجاد دو تا FVG پشت سر هم شده. اوکی، من به خاطر همون اینا رو اینجوری رسم کرده بودم. گفتم حالا مثلا دوتاشو رسم نکنم، یکیشو رسم کنم که همونطور که مشخصه توی این محدوده اومده قیمت بهش واکنش نشون داده و به سمت بالا حرکت کرده روی چارت اونس جهانی طلا. مورد بعدی که داریم یه خورده چارت رو خلوت کنیم خیلی بهتره. اینم حمایتمون بود که حالا منطقه حمایت که بهتون گفتم بهتر اوردر بلاک نزدیکی حمایت و مقاومت باشه. اینم پاک میکنم. میرسیم به بریک آف استراکچر. اوردر بلاک اگر اوردر بلاک معتبری باشه میتونه برای ما ایجاد بریک آف استراکچر کنه. یعنی چی؟ یعنی ما قبل از اینکه روندمون شروع بشه یک همچین حرکتی داشتیم. اوکی، حالا مثلا قبل اینم رنج بوده، مثلا اینجوری بوده. ما اینجا یک سقفی داریم دیگه، درسته؟ میگیم اوردر بلاکی که باعث ایجاد FVG شد خیلی بهتره که اینجا باعث ایجاد شکست ساختار هم بشه. یعنی یک سقفی رو از روند قبلی برای ما به سمت بالا بریک کنه. خیلی بهتره که BOS رو هم به ما بده، این اوردر بلاکی که برای ما معتبر هستش. حالا مورد بعدی چیه؟ مورد بعدی هم دقیقاً مثل همون بریک آف استراکچره که بهش میگیم چنج آف کاراکتر. یعنی بر فرض مثال شما فکر کنین اینجا روندمون صعودی نبوده. اوکی، شما فکر کنین یک روند نزولی داشتی، قیمت اومده از اینجا به سمت بالا حرکت کرده. حالا چنج آف کاراکتر رو من BOS رو هم پاک کنم. میگیم چنج آف کاراکتر رو چطوری باید بشناسیم. پایین ترین کفی که برای ما ساخته شده اینجاست. میگیم کدوم سقف باعث ایجاد این کف شده. اینجا دیگه، اینجا سقفیه که باعث ایجاد پایین ترین کف برای ما شده، درسته؟ پس ما اینجا رو اگر به سمت بالا بریک داشته باشیم میگیم چنج آف کاراکتر اتفاق افتاده، تغییر ماهیت بازار. یعنی ما که روندمون نزولی بوده دیگه تغییر ماهیت داده و به یک روند صعودی تبدیل شده، دیگه روند نزولی قبلی رو نداریم. خیلی بهتره که اوردر بلاک ما مستر بادی باشه، یعنی بادی بزرگی داشته باشه. حالا اینجا گفتم ببینین چون اینجا کندل دوجی ما، من اینو پاک کنم، چون کندل دوجی ما بدنه نداره، بدنه قبلی رو، کندل قبلی رو در نظر گرفتیم. مومنتوم هم که بهتون گفتم دیگه خیلی بهتره یک روند مومنتوم دار داشته باشیم. بچه‌ها من همه اینا رو پاک میکنم. یک اوردر بلاک دیگه حالا اگر بخوایم شناسایی کنیم، اینجا چون روندمون کاملا صعودیه و برگشتی نداشتیم، میخوام یه اوردر بلاکی پیدا کنم که حالا ازش برگشت داشته باشیم، دقیقاً مثل اینجا. ببینیم بچه‌ها، ما اینجا اولین چیزی که برای ما مهم بود چی بود؟ روند مومنتوم دار. اوکی، ما اینجا روند مومنتوم دار رو داریم. میگیم منشأ روندمون کجاست؟ منشأ روندمون میشه اینجا. اگر بخوایم کندل
قرمز رنگ رو مشخص کنیم میشه این کندل. بدنه این کندل رو مشخص میکنیم به عنوان اوردر بلاک دیلی. ما همین رو ادامه میدیم. خب پس این شد اوردر بلاک ما. میگیم آیا اوردر بلاک ما باعث ایجاد مومنتوم شده؟ بله. از کجا اینو میفهمیم؟ از اینجایی که بعد از اوردر بلاک ما FVG میبینیم. یعنی یه FVG ما اینجا داریم، یه FVG هم اینجا داریم. دقیقا مثل مثال قبلی، یک FVG اینجا داشتیم، یک FVG اینجا داشتیم که حالا اگر بخوایم درست رسمش کنیم میشه این محدوده FVG ما هستش. میگیم آیا باعث شکست ساختار شده؟ میگیم سقف قبلی که برای ما اینجا هستش همونطور که میبینین باعث بریک آف استراکچر هم شده، پس شکست ساختار هم بهمون داد. آیا کندلمون کندل مستر بادی هستش؟ میگیم بله، یه کندل فول بادی که حدود 10 برابر 20 برابر شادوش هستش. پس این کندل میتونه برای ما یه کندل معتبر باشه چون همه شرایط اوردر بلاک رو برای ما داره. هم تایم فریممون دیلیه، هم نزدیک یک منطقه حمایتی هستش همونطور که میبینید اینجا قبلا مقاومت بوده و بعدش تبدیل شده به منطقه حمایتی. هم نزدیک حمایت بوده، هم باعث ایجاد مومنتوم شده، باعث ایجاد FVG شده، باعث بریک آف استراکچر شده. پس این اوردر بلاک میتونه اوردر بلاک بسیار مهمی باشه برای ما و همونطور که میبینین در آینده مارکت قیمت اومده بهش واکنش نشون داده و به سمت بالا حرکت کرده. بچه‌ها یه مبحث دیگه ای در مورد اوردر بلاک که هست اینه که میگن، حالا آقای مایکل هم توی ویدیوهای آموزشیش که حدود 120 جلسه است من همش رو نشستم ترجمه شدهش رو دیدم، مو به مو و نکات مهمش رو یادداشت کردم، یعنی یه جزوه برای خودم درست کردم. میگه وقتی ما یک اوردر بلاک مشخص میکنیم اگر قیمت اومد بهش نفوذ کرد، ببینید ما اینجا نفوذ به اوردر بلاک رو داریم دیگه، درسته؟ اگر بهش نفوذ کرد و کل اوردر بلاک ما رو مصرف کرد دیگه این اوردر بلاک در آینده برای ما نمیتونه مهم باشه، نمیتونیم تریدش کنیم. چرا؟ چون کل سفارشات بلوکه شده این محدوده توسط این کندل ها و این حرکت مارکت به سمت بالا جمع شده، یعنی سفارش ها رو برداشته و به سمت بالا حرکت کرده. پس ما اگر قیمت دوباره به این محدوده برگشت مثل اولین بار نباید بهش اتکا کنیم. نمیگم تریدش نکنیم، میتونیم تریدش کنیم، ولی اینجا اگر 80% برای ما اعتبار داشته باشه اینجا برای برخورد دوم میتونه 60-70% اعتبار داشته باشه، یعنی اعتبارش برای برخورد دوم سوم چهارم به ترتیب میاد پایین‌تر. پس اوردر بلاک رو که مشخص کردیم خیلی بهتره توی اولین برخوردش تریدش کنیم. حالا اوردر بلاک ها رو شما میتونید توی تایم فریم های مختلف مشخص کنید. حالا ما باید چیکار کنیم؟ توی بازار فارکس دارم میگم تایم فریممون رو میاریم پایین‌تر روی 15 دقیقه یا 30 دقیقه یا 1 ساعت. اوکی، نواحی مهممون رو مشخص میکنیم. وقتی قیمت به اون نواحی رسید تایم فریممون رو کوچیک‌تر میکنیم، یعنی میایم روی 5 دقیقه یا 3 دقیقه یا 1 دقیقه. ما اونجا دنبال تاییدیه میگردیم. حالا تاییدیه کندلی میتونه باشه، تاییدیه چنج اف کاراکتر میتونه باشه، تاییدیه شکست و بریک میتونه باشه. ما تاییدیه رو که گرفتیم میتونیم بعد از گرفتن تاییدیه وارد پوزیشن بشیم و اگر شما بعد از تمامی این اتفاقها و رعایت کردن تمامی اصولتون استاپ لاس خوردین اصلا و ابدا خودتون رو نبازین. چرا؟ چون مارکت همیشه طبق میل ما حرکت نمیکنه. استیتمنت شما مهمه، یعنی شما خودتون رو توی 24 ساعت با بقیه مقایسه نکنید. شاید توی طول 6 ماه عملکرد شما خیلی بهتر از بقیه باشه ولی شما فقط اون روز رو میبینید. اوکی، پس خودتون رو بلافاصله بعد اینکه استاپ لاس خوردین نبازین، پایبند به اصول و قواعد و چارچوب استراتژی خودتون باشین و سعی کنین که ازش درست استفاده کنین. مدیریت سرمایه رو فراموش نکنین. امیدوارم که ویدیو به دردتون خورده باشه. اگر دوست داشتین ویدیو رو لایک کنید و
کانالمون رو سابسکرایب داشته باشین تا یک انرژی مثبتی برای ما باشه برای ساخت ویدیوهای بیشتر. خیلی خوشحال میشم که به جمع ما بپیوندین و من سعی میکنم که تمام تجربیات خودم رو و تمام مباحث مهم تحلیل تکنیکال توی شاخه پرایس اکشن، ICT، اسمارت مانی، RTM، هر چیزی که هست رو با شما شیر کنم و بتونیم در کنار هم درآمد دلاری داشته باشیم و اینو مطمئن باشیم به چیزهایی که توی ذهنمون داریم بهش فکر میکنیم خواهیم رسید. فقط کافیه که استمرار داشته باشیم. خیلی ممنونم ازتون تا انتهای ویدیو کنارم بودین. شب و روز خوبی داشته باشین. هر انتقادی، پیشنهادی، سوالی داشتین توی کامنت ها در خدمتتون هستم. فعلا خدا نگهدار.